کجا دارم رد میشم. آره که من رد میشم، باس نمیخواد. لازم نداره. تخفیف داره. آخه انقضا نداره. انقضا نداره، تخفیف که داره. قابل دارم نیست. نه مرسی، به زحمت حساب کنید. 200 تومن قابل نداره. مهدی تو ما شونه 200 تومنه. خب منم گفتم 200 تومن دیگه. این یه کارتون برداشته. اونش دیگه به تو ربطی نداره. حقوق من میخواد از چه برو من بابا. آقا مهدی این کالباسا خوبه؟ به عجب انتخابی کردی. نه اتفاقا عالیه، من خودم هر بعد از اینا خیلی خوشمزه. آره واسه منم عاشق ایناست، فقط از اینا میخوره. نداریم. یعنی چی نداریم؟ خودم بذارم تو پلاستیک؟ نه پا 200 تومن خرید کردی میخوای منم بزنم. بادا بیرون بابا. آقا مهدی میشه یه آبلیمو از پشت دو من بدی؟ نه خیر نمیشه. چرا نمیشه؟ حقوق ما منو واریز نکردن. خب به من چه؟ آبلیمو تو هم به من چه؟ آقا مهدی این دستمال کاغذی ها کجاست؟ ته سالونو برو بردار. پیداش نمی‌کنم، میشه با هم بیای؟ من پول لیدرم، تو رو فروشگاه کردی واسط بزنم، برو بردار. قابل نداره داداش. تو همین سرباز سر چهارراه نیستی موتور مردمو میخوابونی؟ آره چطور که جنسات توقیفه. یعنی چی؟ یعنی هفته دیگه با قبض پارکینگ میری انبار جنساتو ترخیص میکنی. داش مهدی مخلصم. آقا سنجاقی تو رو خدا به خدا یه ساعت شیفتم مونده. من فامیل مخالش بعد بیمارستان. سلام عزیزم جانم. شما برو دیگه. کجا برم؟ مگه حال فامیلت بد نبود؟ بعد که بعد من دکترم برم خوب میشه مشتری. آقا سنجاقی جانم. داداش این پفک ما چقدر شد؟ قابلانی 4800. یعنی چی؟ یعنی این که تا 2 دقیقه دیگه حساب نکنی 6 میلیون چه کار کلا یه دونه چرا اینو هی میزنی؟ چون دوست دارم، چون با قیافت حال نمیکنه. نظرت دستگاه اسپرسو بندازیم همین کنج بس